چطور بچه‌ها، خوش آمدید به این ویدیو. قراره با هم دیگه داخل این ویدیو بریم یکی دیگه از آسیب پذیری که من پیدا کردم رو پیوسیش رو بررسی کنیم، ببینیم که چجوری نحوه اکسپلویتش بوده. ولی این ویدیو تفاوتی داره، این که من قراره بهتون آسیب پذیر نشون بدم که ترکیبی از اوپن ریدایرکت، هاستدر پویزنینگ و در نهایت اینا وان کلیک تو اکانت تیک اووره. قبل از اینکه بریم سراغ اینا میخوام بهتون یه دونه لابراتوار توی پورتسویگر نشون بدم و حلش کنیم با هم دیگه و بهتون دیدگاهی که من داشتم نسبت به اون موقعی که داشتم وبسایت رو چالنجش رو حل می‌کردم بدم. میگم مثلا چی شد که من رفتم یه همچین تست کیسی رو پیاده سازی کردم. یه دونه چالش داره پورتسویگر، پسورد ریست پویزنینگ ویا دانگلینگ مارکاپ. من اینجا چالش رو باز میکنم و بریم با هم دیگه. قسمت اکسل سرور داره برای ما، مای اکانتس داره و فکر کنم به من حسابم داده باشه. آره، هم وینر رو داده هم پیتر رو داده، یوزر پسشه. من اینجا فورگت پسوردش رو میارم بالا، اینم که چالش منه. بیام این رو من بذارمش داخل اسکوپ خودم، تارگت اد اسکوپ اینجا. خیلی خوب، قسمت پروکسی اینجا من رینیبلش کنم و اینو قرارش بدم. خیلی خوب، این قسمت اکسل سرور داره و ایمیل کلاینت هم داره. من ایمیل کلاینتش رو باز میکنم. هیچ ایمیلی نداریم. ایمیلمونم ساب دامینش فکر کنم این باشه، بذارینم فلان فلان فلان. خب بذارم من وینر رو بزنم اینجا، برای من میاره وینر اگه درست زده باشم. وینر نه اینجوری. ببینید من وینر رو اینجا بزنم به من ایمیل رو میده. خیلی خوب، این درخواست فورگت پسورد داره، اینو میفرستمش اینجا. خب الان اینجا من یه رفرش کنم. خیلی خوب بچه‌ها نگاه کنید، اینجا به من یه همچین چیزی رو میده. خب میگه که اگه تو میخوای پسوردتو ریست کنی بیا رو این کلیک کن و پسوردتو عوض کن. من میام رو این کلیک میکنم، کپی لینک رو اوپن نیو تاب پیج رو میزنم. بچه‌ها نگاه کنید اینجا برای من چی شد؟ آها بچه‌ها پسورد اینجوری به من میده. اینجا میگه اگه میخوای لاگین کنی بیا اینجا، پنل لاگینت اینجاست و اینم پسورد جدیدته. یعنی من الان اینو کنترل سی کنم بیارم اینجا، وینر رو اینجا بزنم، پسورد اینجا بزنم، وارد حسابم میشم. خیلی خوب، حالا من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام بیام این رو بچه‌ها بدوستم. نگاه کنید یه صفحه HTML داریم و اگه من بتونم اینجا یک تغییر ایجاد کنم که یک اینجکشنی انجام بدم، یک HTML اینجکت کنم که قبل از ریست نیو پسورد بشه، میتونم اون دیتا رو بکشم بیرون. حالا اینجا خودش اومده گفته آقا دانگلینگ مارکاپ استفاده کن. این آسیب پذیری رو خیلی بهش جا ندادم ولی خیلی آسیب پذیری خوبیه، میتونه ایمپکت خوبی ازش گرفت. میریم چیکار کنیم بچه؟ این درخواست فورگت پسورد داخل دانگلینگ مارکاپ، ما میریم سراغ پورتمون داخل ریست پسورد. یعنی سناریوهای مختلفی داره خود دانگلینگ مارکاپ، اما اینجا میریم سراغ پورت، ببینیم که میتونیم پورت کاستوم اینجکت کنیم. مثلا من میزنم چی؟ میزنم 8023، میگم رو پورت 8023 برای من درخواست بزن، یعنی برای ما ارسال میکنه. اینجا دان فرستاد ولی چیزی نیومد، ریسپانسی نیومد. من یک بار دیگه اینجا رفرش بکنم ببینم آیا برای من ایمیلی میاد. نه نیومده. خب بذارید یه چیز دیگر رو چک کنم. بچه این لینکی که اینجا به من داده رو اگه من کنترل یعنی راست کلیک کنم کپی لینکش بکنم و اینجا بازش کنم، بچه نگاه کنید این حالتی چاپ میشه. حالا من میام چیکار کنم؟ این پورت 443 رو میدم. 443 من به تو بدم بازم چیزی نداد. بزنیم پورت 80 یه بار دیگه بفرستیم، هیچی، مثلا خالی اصلا ندیم بهش هیچی، سندش میکنیم. خب این ولی CSRF توکن داد اصلا، اشکال نداره. یک بار دیگه مای اکانت، لاگ اوت، اینجا مای اکانت، فورگت پسورد، وینر، این قسمت. بکنم رو CSRF توکن حساسه، بیشتر از یک بار نمیتونیم بفرستیمش. من اینجا وینر رو میزنم و اینو میفرستمش ریپیتر، یا بفرستم اینو فورواردش میکنم. یعنی آیا رو CSRF توکن گیر میده یا نه.
نه گیر نمیده. یعنی الان من باید 2 تا ایمیل اینجا بگیرم. پوشش اینجا یه رفرش کنیم. آره 2 تا گرفتم. خیلی خوب. من میام چیکار میکنم؟ میام رو پورت این بازی میکنم. یه بار دیگه مثلا اینجا 443 رو بزنیم نمیده. اوکی اینجا مثلا یه مقدار آرمان میزنم روی پورت. بچه به من 200 داد. برگردیم. یه استرینگی رو زدم. حالا میام چیکار میکنم؟ رفرش میکنم. این آخریه که گرفتم. این آخرین ایمیلی که گرفتم. تایمش 13:21:40. همین وقت باشه داریم تایم نزده. اینجا من اینو کنترل یارلش میکنم. کپی لینک میارمش اینجا قرارش میدم. بچه نگاه کنید آرمان اینجا برگشته. من ویوشو بزنم بیایم با هم یه چیز رو نگاه کنیم. اینجا رو نگاه کنیم ببینیم کلمه آرمان اینجا بچه ها میبینید برگشته و ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم بیایم یه HTML اینجکت کنیم که ادامه این دیتا رو برای من بفرسته. حالا چجوری؟ بچه نگاه کنید بذارید من اینو بردارم و بیارمش توی بر. خب فرض رو برای میگیرم من اینو میذارم اینجا. بچه ها نگاه کنید آرمان داره اینجا اینجکت میشه. پس من این قسمت زمانی که اینجکت میکنم میفته اینجا. من میام بعد آرمان رو چیز میکنم میبندمش و در ادامهش چی میام میگم تگ ایمیج برای من باز کن. در src مثلا تگ ایمیج هم نمیتونیم تگ A بذاریم. تگ A href خب مساوی است با دبل کد. بچه نگاه کنید دبل کد چرا بذارم؟ چون اینجا تک کده. اگه من اینجا تک کد بذارم خب و بخوام مثلا دیتای خودم وارد کنم هر چیزی اون تک کد میبندتش و نمیرسم به پسورد. پس از دبل کد استفاده میکنم. میگم تگ A href 2 تا مثلا برای HTTPS هم بشه. بعد میام کجا بر کالیبریتور خودم اینو میذارم و تهش یه اسلش میذارم یه علامت سوال میذارم پارامتر بادی رو تعریف میکنم و مساوی میذارم. و حالا اگر من اینو بفرستم طرف روی این لینک کلیک کنه تمام دیتا هایی که بعد این قرار داره به عنوان ولیوی پارامتر بادی باید برای من لاگ شه. حالا من چی کار میکنم؟ میام اینجا آرمان رو تا اونجا نوشتم دیگه. آرمان رو مینویسم میارمش تا اینجا. خیلی آرمان فلان 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 فقط اینجا من یه کاری میکنم به جای اسپیس میزنم %20. حالا طبیعتا اینجا یه مقدار آرمان هم وارد میکنیم. طبیعتا این باید برای ما کار کنه. کلا کانسپت دانگلی مارکاپ تو ریست پسورد اینه. سندش میکنم CSRF توکن نیست شده. خب اشکال نداره بذارید یه درخواست دیگر رو بیاریم. 400 میده. اوکی اینو من کپی میگیرم میارمش اینجا. اینو میام اینجا پسورد ریست مای اکانت فورگت پسورد وینر و اینجا اینو آنش میکنم. این قسمت این دیتا رو میذارم و آرمان و اکسپلویتمون کد اکسپلویتمون این هم از این چیزشو میگم ریسانسشو میخوام ببینم فورواردش میکنم به من 200. خیلی خوب بچه ها برمیگردیم اینجا توی ایمیل کلاینت یه رفرشش میکنم. بچه ها نگاه کنید این باید آخریه باشه که برای من اومده. بذارید اینو من یه ویوشو بگیرم. آره بچه ها این آخریه است که برای من اومده و الان من اگر این رو بیام روش کلیک بکنم باید برای من طبیعتا لاگ کنه. حالا من این کلیک میکنم میام درخواسته HTTP خودم رو از چیز برش میدارم ببینم زمانی که من رو این کلیک میکنم آیا درخواست من میره یا نمیره. این کلیک کنیم این جواب میده نه. با بچه با تگ A برای ما جواب نداد. میریم چی کارش میکنیم؟ همین اکسپلویت رو با تگ ایمیج میزنیم. تگ ایمیج بزنیم ببینیم با تگ ایمیج چجوری میخواد برای ما کار کنه. من یه بار دیگه میام اینجا مای اکانت فورگت پسوردش میکنیم وینر رو میزنیم اینجا بازش میکنیم این قسمت کد اکسپلویت خودمون رو قرارش میدیم و اینجا میزنیم
ایمیج، اینجا به جای href میزنیم src، اینجا میزنیم https:// و حالا مثلا اینجا فلان .png، امیدوارم برای من کار کنه a.png. خیلی خوب، اینم از این. حالا اینو ریسپانسش رو میگیریم، فورواردش میکنیم، اینم میبندیم. خیلی خوب، 200 به من داد، طبیعتا باید کار کنه. حالا برمیگردیم توی اکسپلویت سرور خودمون تو ایمیل کلاینت، اینو رفرش میکنیم. برای من باید یه ایمیل جدید اومده باشه، ویوروش رو میگیریم. اینجا بچه نمیکنید تگ ایمیج، اینجا تگ A بسته شده، یه تگ ایمیج باز شده با دبل کد و اینجا تمام دیتا ها لاک شده و اینجا الان برای من اومده شده، باید روی APNG باشه. بله، نگاه کن بچه ها چه اتفاقی افتاد. من زمانی که این رو لود میکنم همچین چیزی برای من لود میشه بچه، با تگ A هم میشه، با تگ ایمیج هم میشه. من تو ریل ورد بیشتر با تگ A زدم، یعنی تگ ایمیج گاهن جواب نمیده ولی اینجا تگ ایمیج جواب میده و اینجا پسورد رو برای من آورده، اینجا که اسپیس این میشه پسورد و من تونستم اینجا اکانت تیک اوور کنم. حالا از ما خواسته که اکانت کارلوس رو طبیعتاً چیز کنیم. بذارید من یه سو مطمئن شم اکانت کیو میخواد من تیک اوور کنم. کارلوس. آره، میخوایم اکانت کارلوس رو تیک اوور کنیم. همین سناریو رو باید براش پیاده سازی کنیم. بریم تو مای اکانت، فورگت پسورد، حساب کارلوس رو میذاریم. من فقط بیام اینجا داخل این قسمت این ادیتر رو چیزش رو بردارم، پیلودش رو بردارم از آرمان تا اینجا. خیلی خوب، بعد از اینجا اینسپکت کارلوس رو گذاشتیم، از اینجا 2 نقطه آرمان فلان فلان فلان، اینو فورواردش میکنیم، به ما 200 میده. برمیگردیم اینجا پول نما رو میزنیم، به ما یه دونه HTTP جدید داده برای حساب کارلوس. اینم اکانت کارلوسه اگه اشتباه نکنم. بذارید ببینم، آره این اکانت کارلوس باید باشه. پسوردش رو از اینجا برمیداریم، میاریمش توی مای اکانت. حالا اینجا میذاریم کارلوس و پسوردش رو اینو میذاریم، وارد حساب کارلوس میشه و لب بر ما صبح میشه. پس کانسپت اصلی فورگت پسورد روی دانگلینگ مارکاپ اینه. حالا بریم روی چیزی که من زدم، روی ASDA بود و بچه سناریو چجوری بود. فورگت پسورد من میکردم، ایمیل کاربر رو میذاشتم. حالا من اومده بودم چی کار کرده بودم بچه ها، آسیب پذیری چجوری بود. من نمیتونستم اینجا بریک بکنم، یعنی من اینجا بریک رو انجام میدادم ولی محدودیت کاراکتر داشتم. نمیتونستم بیام اینجوری مثلا پیلود بذارم و ایمیج SRC نمیدونم یا تگ A بیام href بزنم، محدودیت کاراکتر داشتم و برای من به عنوان لینک برمیگشت. یعنی چی؟ ما اینجا دیدیم که پسورد رو به صورت پلین تکست به ما نشون میداد، میگه آقا پسورد جدیدت اینه، برو با این لاگین کن. ولی داخل این قسمت، داخل این تارگت اینجوری نبودش. حالا من اگه یکم سفر رو بزرگتر کنم که بچه‌ها بتونن بهتر ببینید، اکستندر که نه دیکوره پروژکت دیسکاوری نبود، کجا بود؟ سلام یوزر آپشنز دیسپلی. درخواست HTTP رو یک کوچولو بزرگترش کنم، ریفرش کنم مثلا. خیلی خوب، توی ریپیتر بچه ها نکنید. درخواست برای من چجوری بود؟ میگفت آقا کلیک آن، میگفت کلیک آن this link و لینکش هم اینجوری بود https://asda.com/pat اگه اشتباه نکنم /token. خب این اینجوری بود، وبسایت اینجوری بهت لینک میده که اگه این لینک رو باز می‌کردیم می‌تونستی فورگت پسورد کنی. حالا زمانی که من میومدم پویزن می‌کردم یعنی چی؟ یعنی هاست این درخواست فورگت پسورد خودم رو عوض می‌کردم، مثلا asda.com مثلا 1 2 3 4. خب برای من لینک چجوری برمیگشت؟ لینک به این صورت برمیگشتش 1 2 3 4. حالا من اومدم اینجا چیکار کردم؟ گفتم اوکی تو داری اینجوری برمیگردی، من میام چیکار میکنم؟
میگم که بیا برای من ریدایرکت کن. بچه ها الان اینجا رو نگاه کنید، من بیام بگم http مثلا google.com m7arman.com. من اینو بخوام تو مرورگر خودم باز کنم m7arman.com برای من باز میشه. الان این قسمت اینو اینجا من بذارم بچه نگاه کنید، یه سوال بزنم بچه نگاه کنید m7arman.com برای من باز میشه. منم همین تارگت رو داشتم. بعدم چیکار کردم؟ گفتم اوکی من میام هاست خودم رو این قسمت کپیش میکنم، هاست خودم مثلا میذارم بگم پورت 443 ادساین تارگت خودم میشه، این اسکوپ خودم میشه، مثلا بر لینک .tl یا حالا m7arman.com. و حالا این چجوری میشه است بچه؟ این اینجوری میشه است اینجا. حالا زمانی که کاربر میومد روی این لینک کلیک میکرد در اصل براش چی باز میشد؟ https فلان فلان این باز میشد و این پت و توکن برای من لاگ میشد داخل ورب کالیبریتورم. نقطه‌شو بردارم، این برای من لاگ میشد و من میتونستم تیک اوور کنم. حالا این قسمت دقیقا من همین کار انجام دادم، اومدم از ادساین استفاده کردم، حالا اینجا پورت نذاشتم. گفتم آقا من اینو اینجا میذارم، لینک به کالیبریتور خودم رو میذارم و زمانی که من اینو ارسال بکنم پولم رو چک میکردم که بگم سفیده، سندش میکنم به من 200 میده. دقیقا همین اتفاقی که این بر افتاد، یه لینک جدید میاد و بچه نگاه کنید اینجا رو، دقیقا همین اتفاقی که گفتم ادساین اینجا میشه از لینک بر کالیبریتورم و اون توکنی که میخواست من ریست پسورد کنم. حالا هم این همون یعنی هیچ فرقی نمیکنه، هم دکمهش بود هم و زمانی که کاربر بچه نگاه کنه بذارید من بیام یه دونه عقب یه چیزو بهتون نشون بدم. زمانی که کاربر اینو باز میکرد نگاه کنید بچه‌ها، لینک بر کالیبریتور من براش باز میشه، یعنی به عنوان هاست باز میشد و یوزر اون مسیر و توکن برای من لاگ میشد. من اومدم چیکار کردم؟ گفتم اوکی میام بر کالیبریتور خودم میذارم، الان پول لانچ میکنم، پول نامو میکنم و نگاه کنید بچه‌ها مسیر و توکن و همه اینا برای من براش. حالا بچه یه چیز جالب، این توکنش هم بیس 64 بود که دیکود میشد، یه بخشش یوزر آیدی بود، یه بخشش سیگنیچر بود که اونو نتونستم چیزش کنم، ولی اینم بهتون بگم اگه دوست داشتید بروش کار کنید. همین بچه ها یعنی آسیب پذیری به همین راحتی اکسپلویت شد و من تونستم آسیب پذیری پیدا کنم. حالا اگه من دانگلی مارکر نمیشم هم نمیرفتم رو بخش پورتش کار کنم. خیلی جاها راجع به هاست در اینجکشن یا هاست پویزنینگ گفته ولی هیچ جا راجع به پورت نگفته که بچه یه جوری پورت این کار انجام بدید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید ویدیو رو حتما کانال سابسکرایب کنید، زنگوله فراموش نشه، لایک هم بکنید، کامنت هم بذارید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.